سلام، پوریا شکری هستم از آرتا الکتریک. با من باشید برای راهنمای خرید چراغ حیاتی و پارکی. بریم ادامه ویدیو. چراغ‌های حیاتی و پارکی به چند دسته تقسیم بندی میشن که به ترتیب بهتون میگم. اولین مورد چراغ‌های حیاتی و پارکی دیواری هستن که به این شکل به دیوار وصل میشن، یا به صورت سرپایین و یا به صورت سربالا. خودتون محصول رو سرپایین یا سربالا وصل نکنید و معمولا شرکت تولید کننده سرپایین و سربالاشو تولید کرد. مدل بعدی چراغ چمنی هستش که معمولا با ارتفاع 30 سانت تا 80 سانت و 120 سانت هم توی بازار وجود داره. چراغ بعدی چراغ آویز هستش که وسیله یک زنجیر و یک بست به سقف وصل میشه و به صورت آویز میتونید ازش استفاده کنید. و در آخر چراغ سرلوله یا سردری که به این شکل وجود دارن. اگر به این شکل بخوایم استفاده کنیم میتونیم روی دیوار یا به صورت سردری روی در ازش استفاده کنیم و اگر بخوایم روی لوله نصب بشه بهش چراغ سرلوله هم گفته میشه که معمولا روی لوله های چراغ های ایستاده با ارتفاع بیش از 2 متر استفاده میشه. جنس بدنه چراغ های حیاتی و پارکی معمولا از جنس فلز آلومینیوم دایکاست یا به صورت پلاستیکی تولید شده که معمولا فلزی ها وزن بیشتری دارن و در برابر رطوبت و شرایط جوی مقاومت بیشتری دارن و موارد پلاستیکی که نسبت به موارد فلزی وزن پایینتری دارن و نسبت به ضربه مقاومت پایینتری دارن. چراغ‌های حیاتی و پارکی به دو صورت با درجه حفاظت و بدون درجه حفاظت IP تولید میشن. به این شکلی که اگر درجه حفاظت داشته باشن معمولا IP 64 یا 65 و تا 68 هم میتونن داشته باشن که در مقابل نفوذ گرد و خاک و مایعات مصون هستن و مناسب استفاده در مناطق شرجی، جایی که رطوبت بسیار زیاده یا بارون زیاد میاد. و موارد دیگه مواردی هستن که اصلا IP ندارن و همینجوری میتونید ازشون استفاده کنید. منبع نور چراغ‌های حیاتی و پارکی به دو صورته، یا داخل خودشون از قبل SMD LED تعبیه شده که شما فقط نیاز دارین که اینو نصب کنین به برق وصل کنین و ازش استفاده کنین. و مورد بعدی استفاده از مواردی هستش که توش از سرپیچ استفاده شده و معمولا سرپیچ های E27 گفته میشه. برای سرپیچ های E27 میتونید از لامپ های LED از توان 7 وات تا 15 وات هم استفاده کنید. رنگ بدنه چراغ های دیواری و حیاتی معمولا به 4 رنگ تقسیم بندی میشه: سفید، مشکی، طلایی و برنزی. موارد مصرفشون میتونید توی باغ خودتون ازش استفاده کنید، میتونید توی پارک ازش استفاده کنید، توی معابر عمومی میشه ازش استفاده کرد. از چراغ‌های دیواری دوباره میشه روی معابر استفاده کرد یا توی منزلتون اگه نیاز دارین داخل حیاط از این موارد استفاده کنید. و همینطور موارد چمنی هم به صورت پارک میتونید استفاده کنید، هم داخل باغ و یا معابرتون ازش استفاده کنید. از معروف ترین برندهای تولید کننده چراغ حیاتی و پارکی میتونیم به برند شعاع، شبتاب، گلنور، تکشیتفام اشاره کنیم. برای خرید این محصولات میتونید وارد سایت ما artaelectric.ir بشین، محصولات رو با هم مقایسه کنین و خرید کنین. و اگر نیاز به مشاوره دارین میتونین با شماره زیر تماس بگیرین. همکاران ما در بخش فروش شما رو راهنمایی میکنن. خیلی ممنون که با من بودین. این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین. خدا نگهدار.